ابن آدم گرگدایی یا سلیمانی چی سود؟ در جهانی به وفا دایم نمیمانی چی سود؟ نفس را حلوای بریان میدهی و دشمن است، دشمنان را دادنی حلوای بریانی چی سود؟ کوزن و فرزند و یاران و برادر حیف حیف، جز عمل کس نیست همراهت پشیمانی چی سود؟ قدر جان در زندگی هرگز ندانستی در لحد و حسرت و الحال میخوانی چی سود؟ در لحد و حسرت و الحال میخوانی چی سود؟ موی سر کردی سفید و نوبهارت شد خزان، قاصدی مرگ آمده توبه نمیخوانی چی سود؟ چون من و تو در جهان بسیار بوده رفتن، یک دو سه روزه به هم ای خواجه مهمانی چی سود؟ بر زبانت حمد و گویا در دلت پیدا سنم، ای به باطن کافر و ظاهر مسلمانی چی سود؟ گر تو را باغ است و قصر و ملک و مال و سلطنت، این همه در بند قصر و باغ و ایوانی چی سود؟ جای تو زیر زمین در خاک تیره رفتن است، این که مأوای تو خاک است خواب جسمانی چی سود؟ عمر در 30 رفت و 40 شد، خانه در 50 و 60، پیر گشتی عهدی برنایی و نادانی چی سود؟ گر رسول الله شفیعی ما نباشد روز حشر، عاقبت ما در جنابی خاص ربانی چی سود؟ چشم من روشن به ابوبکر و عمر عثمان علی، گر نباشد مهرشان در دیدن نورانی چی سود؟ هر سحرگاه ناله ها میزد چنین مولای روم، ابن آدم گر گدایی یا سلیمانی چی سود؟ ابن آدم گر گدایی یا سلیمانی چی سود؟ اللهم صل على محمد و علی آل محمد و سلم. خدایا روح این